میدونستی هر رنگ سیم توی ماشینت یه معنی خاص داره؟ اگه اینو بدونی نصف راه ارزیابی سیستم برق ماشین رو رفتی. سیم‌های آبی معمولا برای چراغ‌های جلو هستن. آبی و سفید مخصوص نور بالا و آبی و قرمز مخصوص نور پایین. سیم‌های قرمز به چراغ‌های کوچک جلو و عقب وصلن. سیم زردم ارتباط دینام و فیوز و چراغ شارژ رو برقرار میکنه. رنگ سبز هم معمولا بین فیوز و مصرف کننده ها مثل چراغ راهنماست. سبز و سفید یعنی راهنمای سمت راست، سبز و قرمز یعنی راهنمای سمت چپ. سبز و بنفش برای چراغ ترمز و سبز و قهوه‌ای هم برای چراغ دنده عقب استفاده میشه. سیم‌های سفید بیشتر به کویل، چراغ روغن و چراغ‌های اخطار وصلن و در نهایت رنگ مشکی همیشه برای اتصال به بدنه یا همون منفی استفاده میشه. قطر یا ضخامت سیم‌ها هم مهمه. هرچی مصرف کننده قوی‌تر باشه مثل فن یا بخاری، سیم ضخیم‌تر انتخاب میشه. این رنگ‌هایی که توضیح دادم برای 80-90% ماشینا یکسانه. پس دفعه بعدی که سیم کشی ماشین رو دیدی، فقط به هم ریختگی سیم‌ها رو نگاه نکن. رنگ‌هاشون مثل نقشه راه میمونن. رنگ‌هاشون مثل نقشه راه نشون میدن هر سیم کجا میره و چه کاری انجام میده. اگه این ویدیو برات آموزنده بود حتما لایکش کن.